درسته. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من رفتم تاکسی بیس گرفتم از میکامال. خیلی کم بود، کمیاب. خیلی کم بود، فقط هم فرانکفورتر داشت. از این خیابونه فیلم بگیرم میرسه. ببین چقدر قشنگه. فیلم بگی، فیلم بردار، فیلم بگی. خب ما الان چیشیم بچه ها؟ بعد آدم میخوام این تاکسی بیستر رو تست کنم. بریم بازش کنیم. بچه ها من دیروز یه تمه چیزشو گرفتم، زردشو گرفتم اما هنوز تو کیفمه. آب نباتی که دیروز گرفتم. آها آره واسه یه دقیقه. آی چیش انقدر تو کیفم وسیله دارم، نمیشه. آها بابا بادمش یا اینو گرفتم و تمای متفاوت داره. بعد من اینو براتون تست میکنم، بهتون میگم چه مزه‌ای بود با این که خوردم، ولی بازم بهتون میگم. حالا بریم اینو تست کنیم. اینو واقعا نخوردم. پلمپه فیلم بردارم میبینیم. اینو همین الان گرفتیم. آها خب اینه قیافش معلومه سمه خالصه. اول برم بچه ها شما تو ماشین باشین. با باشه دیگه، ما داریم ویدیو میگیریم. ماشین چیه؟ حالا با اینکه همه چی تو این ویدیو هست، ماشین هست، خیابون هست، همه چی هست، میکامال هست، فرانکفورتر هست. خب بریم حالا تاکسی بیس هم هست پیش. بریم اینو بازش کنیم ببینیم چه سمیه. اگه بد بود توفش میکنم. آبی رنگش بسم الله، چقدر زیاده. اگه مردم بنویسین این سم خالص رو نخوریم. از آدم فیلم بردار یه دونه بخور. داری میمیری یا؟ I don't know. نتیجه میرسیم که این سم خالص رو نخوریم. هرچی انقدر توشه تونه. همش یه دونه است؟ یه مدله؟ آره همش یه مدله. ولی این زرده چند تا مدل داره. حالا بریم زرده رو براتون تست کنم. اینو که تست کردیم پیش سم خالص. حالا این اول سبزش یا آقای فیلم بردار گفت سم خالصه و منم خوردم. یه بوش کردم توف کردم. بوش یعنی تو کشیدن چطوری؟ بوش کردم تو پیش کردم. بوش گیاه آقای فیلم بردار. مانه این که باز نمیشه. آها چسبیده، نمیخواد من بخورمش. انا نکن برش. بسم الله علی. نمیخواد من بخورم. جوکر جوکر تلخه. آخر چرا شد؟ نمیتونم
نتونستم واقعا تحملش کنم. این کار خیلی خطرناکه. تو خونه نکنین وگرنه مامانه تو زنده به گونهتون میکنه. من مامانم نداشت تو خونه بکنم، تو ماشین بودم بکنم که زنده به گور شدم تو خیابون بشم. بچه اینو بهتون بگم که کیش خیلی ماشینای خوبی داره، در حد اینه که فراری و چی؟ فراری و لامبورگینی و بغل هم ببینیم. تو پارکینگ ما که برج قلوییم فراری و لامبورگینی با هم میشه دید. بریم بقیه‌اش بخوریم. ترجن بفهم نفهم ترجن نمیفهم بدم شد. خیلی هدر داری میدی ها. حالا دیگه ببخشید دیدم دونه 248,000 تومن دادم. این تازه گرونترم بود. 250 تومن بود. 250 تومن بود. آخه یه روز قبل اینو خریده بودم، تو یه روز قیمت اومد بالا. 2000 تومن افزایش. 2000 تومن. اینو میبندیم بریم بعدش. آقای فیلم بردار تو اینو بخور. تو اونو بخور بده من فیلم بگیرم. آقای فیلم بردار میخواد اینو بخوره. بخورش. بیا اینو بخورش. خیلی هم لنزمون کثیفه، یه دقیقه من تمیزش. آها فرقی نکرد ولی خوب. دانشون بده. یه بخورش. یه مویه. هر یه دقیقه داره یه صدا ازمون رد میشه. خوبه؟ نه. دیگه بسه دیگه اداسون در نیار. خیلی بله. حالا من میخوام آبیشو تست کنم. بچه ها دیگه نا ندارم ترشی بخورم. بچه ها این شکلی چسبیده. بچه ما یه ویدیو دیگه داریم تاکسی بیست بنفش تست کردیم و بهتون گفتیم شوره. اینجا میری یا نه؟ ها مامانم اومد. بچه مامانم معرفی میکنم تو ویدیوهای دیگه هم دیدیم. خب حالا بریم که اینو داشتیم تست میکنیم. خب حالا نه نمیشه نه شیرینه. من غلط کردم گفتم شیرینه. کیف جون غلط میکنی؟ ترشه؟ شیرین بود. اولش شیرینه بعد ترشه. بلدیسش میزنم شوک بهم وارد میشه. ببین ماشین به گند داریم کشیم. خب خیلی بد بود. بچه یه تم دیگه مونده که خیلی کم شده. اینو نمیتونم براتون تست کنم. تست میکنی تو؟ بده. بله. یه ویدیومون 9 دقیقه شد. 5 دقیقه. چقدر شله اینا. نگاه کن. سوناکیه بخور.
مزه گوهی میده. چشنی؟ بچه به نظرم این سبزش خیلی ترش بود با این زردش. نه سبز و آبیش. مسخره. خب دیگه مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودین. تا ویدیو بعد خدا حافظ. تو بیلاخیه بغل نزدی، بیلاخیه بغل بزن.